بیاید سوی خداوند رجوع نماییم، زیرا که او دریده است و ما را شفا خواهد بخشید. او ضربه زده است و ما را جراحت بندی خواهد کرد. بعد از 2 روز ما را زنده خواهد کرد. در روز سیوم ما را به پا خواهد برخیزانید و ما در حضور او زندگی خواهیم کرد و خداوند را خواهیم شناخت و برای شناختن او جد و جهد خواهیم کرد. ظهور او مثل شفق صبح است و او نزد ما مثل باران آخری بهار که زمین را سیراب میکند خواهد آمد. با تو چی کنم ای افرایم؟ با تو چی کنم ای یهودا؟ تقوای شما آخر مثل ابر صبح و مثل شبنمی است که با زودی غایب می شود. بنابراین من آنها را به واسطه انبیا ضربه زدم، با سخنان دهان خود آنها را کشتم و داوری در حق تو مثل نور روشن خواهد شد. زیرا که من مرحمت را خواهان هستم و نه ذبح را، و شناختن خدا را بیشتر از قربانی های سوختنی. ولیکن آنها مثل آدم عهد را شکستند، در آنجا به من خیانت کردند. جلعاد شهری بدکرداران خونالود است و چنان که دسته راهزنان در سر راه کسی کمین می گیرد، آنچنان گروه کاهنان در راه شکم آدم کشی می کنند، زیرا که قصد بدی خود را به عمل می آورند. در خاندان اسرائیل من کارهای زشت را دیدم. در آنجا افرایم سرگرم زنا شده است، اسرائیل پلید گردیده است. برای تو نیز ای یهودا درو نصیب شده است، هنگامی که من اسیران قوم خود را برگردانم.